خب بسم الله الرحمن الرحیم. امروز اول کامنت داریم کامنتس. توسط کامنتس می توانیم که درباره یک لغت معلومات اضافی کنیم، درباره لغت مذکوره معلومات را چی کنیم؟ زیاد کنیم. یک نظره، تبصره، add notes about the parts of the documents. در بخش یا در پارت یک داکومنت ما می توانیم که معلومات را اضافی کنیم. چی کنیم؟ اضافی. اضافی به معنی چی؟ زیاد کردن، ضعف کردن. گریت؟ یا خب اگر دایی سا ما بیم کمنٹس powerful new comments powerful it's meant very strong working in the class for exam. Again جبه شما نیو کامنتس دیگه کامنتس داری. اگر این جبه از اینجا equal R&D قوس شروع قوس بان انتر F4 دی ورق بعدی هم کامنتس دادی. در ورق پنجم است یا نیستی؟ بالا کیا که ورق میری چی باید بگیری؟ پیج داون پیج اپ باید بگیری یا نه؟ صحیح؟ یک ورق بالا یک ورق के पाइन में पेज अप कंट्रोल प्लस पेज अप कंट्रोल प्लस पेज डाउन मुकम्मल पॉलो बाइन मेरी कंट्रोल होम कंट्रोल एंड कंट्रोल होम भाई हु कमेंट्स दादिम इंजाले मामे तानिम के नेक्स्ट प्रीवियस नेक्स्ट 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 प्रीवियस सवाल شانمیتا نامی تعلیمی مسجار برد نشان میتا جای کامنتس بس ببین اینی بٹنز که کلیک کنی علی کامنتس نشان میتا شما میخوای شو بید شما شو میشه یا نمیشه اینجا که وقتی که در دیلیت می دیلیت 1 به 1 مثال 1 به 1 چی معنی وقتی که در هر کدام استاد باشه در استاد استی اینجا بیا دیلیت کار میکنه دیلیت شدی یا نشد یا اینجا می دیلیت الکلگی بید دیلیت شما کنترل پلس زی ما بین یک اپشن مانده delete all comments shown. delete all comments shown وظیفه اینی است که باشه ما برات اینجا تیوری میگم که وقتی که پرکتیکال کدام نتورک بسته بود نتورک همیشه نشه تو دیگه کامنتش دیو دیگه چند کامنتس کو لگی برای ما شون کدام که برای ما معلوم میشه که در هر نفر باشه کو لگی delete کو او delete all comments in document تنا چی کامنتس خودت میتونی که delete کو تو یک داکومنت شیر کرد تو خب میفهم یا نمیفهم شیر کردی امرای دیگر نفر او که شیر کردی اورا شما مثال یک نفر بارت میگن تغییرات بیدهی شو اون تغییرات میاره داکومنتس کدام کامنتس میتا او تو میتی او مثال هم میتا یا میتا ملا خان هم از یک چه کل لگی در یک داکومنت شیر میشه اگر تو اینجا بی برش بگی delete all comments shown کل کامنت آکید برای ما معلوم میشه اگر هر یوزر باشو برای ما delete The document رو که از بین delete کی تو که ادمنستریتور باشه اس کو لگی delete کردی خلاص شد سمح کارا ہوئے لگا سی بکا وای کنه حالا شرکت استاد درست چی شو داکومنت آرت نه من شرکت شرکت را تم نه معلوم تو داری کن Alt control M اضافی میکنم نه مطلب دبل شو محکمه خبره کو Alt control M شارتکٹ اینی شارتکٹ است ویا خبره کو څه دی ورته وایي Be careful, got it? If I stand in the class, don't whisper. If you whisper, I will expel from the class. Shut up. Goofy person. Alt Control M shortcut initiates comments के मिसाल Shift plus F2 the chibut the Excel boot
در پروگرام ورد کی به مثال به شارتکت شو به زد میکنی آلت کنترل. این خو کامنتس در بابه در با یک لغت به یک داکومنت معلومات اضافی دارد. پس ما اینجا میم delete all comments. چی باید شود؟ delete all comments. این لغت که در delete شان آمد این ما میتونیم همینجا یوزر جور کنیم. کجا یوزر جور کنیم؟ دمی کامپیوتر. و امرای ما که ویمویر اینستال موجود می بود ما برد کار میکنم. دمی کمیت به نتورک ضرورت نمید. امرای کامپیوتر خود ویمویر اینجا نصب میکردم باز از چیز چی میشد؟ پیش میرم. Track change. Tracking. Keep track of change made of this document. This is especially useful if the document is almost done and you are working with others to make revision to give feedback. Amiri? Track changes. Chivak bayed. No. Sus. د اداره برم دو دفعه تو د اداره را ورکړم بس یوم دفعه مې تلیفونه برم. خب توسط ترک چینج می توانیم ترک چینج وظیفه چیست که یک داکومنت را به خاطر رویژن به تکرار به خاطر چک کردن به یک نفر بدهیم. یعنی مطلبش باید بفهمی ترک چینج چی معنی. تو گرامر کتاب نوشته کردی ترک چینج سرش آن کردی بر تو دارم تو که هر تغییر میاری دیلیت میکنی ایدیت میکنی فارمت برش میتیاری بولد ایتالیک این نشانی میشه که دیلیت میکنی دیلیت نمیشه سرش خط می پس به ای آوردی تو مثال چیز که زیاد کم کردی اصلی پیش اسلیم است و سابقه است و نام کتی ایدیت کردی آوردی که دید اگر دلش می بود اکسپت میکن اگر دلش نبود ریجکت میکن و با ترک چینج پاسورد میتا شما نمیتونی که وقتی که با ترک چینج پاسورد بتا صحیح شما نمیتونی که ایره چی کنی دیلیت کنی وقتی که با ترک چینج پاسورد بتا نمیشه که چی شوا دیلیت آف آن کسی کرده نمیتونه چی بخاطر چی؟ بخاطر فیدبک، ریویژن، تکرار، چک کردن. ای داکومنت است کنترل پلاس اس سیو است هر نفر که باشه در دسکتاپ سیو کرده برای مثال کامپیوتر نوت درباره ورد کدام شاگرد نوت نوشته کرده اوکی. سریازی چی میکنه؟ ترک چینج آن میکنه و با ترک چینج آن کرد لاک در ترک چینج پاسورد میده. تو پس میری ترک چینج اف کرده میتونی مثال با تو فلش معلومات داده وقتی که تو اینجا می ولا دیم موضوع تو این سابجکت نباشه دیم موضوع اینجا ببینی دیلیت که یک کلمه اگر کمت یا نامد ای باید هم دیلیت شد ایسا هم دیلیت شد یا نشد صد دیلیت میشه اینجا میبینی آلی ببین که دیلیت و انزرت و چی شوا ای تو خوب نشانی نمیکنه چی نمیکنه؟ نشانی دقیق نیست. اینجا ما میم لاک در ترک چینج پس انلاک میکنیم در ترک چینج باید بیم اینجا باید حالات برش بطور ادوانس اپشن اندرلاین انزرشن کسی که انزرت چیزا میکرد به چی شوا دبل اندرلاین رنگش به چی باشه سرخ باید باشه دلیشن که میکرد چیزا که دلیت میکرد چیز باید به ستریک ترو باید به ستریک ترو باید کدام قسم به پینک چینج لین که میکرد لیفت بارڈر طرف راست باید بارڈر به
کامنتس به چه قسم باشه کامنتس داریم یعنی دارک یلو تغییرات اینجا برای شعور دی صحیح مثال move from اگر تکس را move ما میکرد color only ایتالیک بیت شد رنگش به چه قسم باشه گرین move to از دیگه جا حرکت میکرد insert a cell و در تیبل میگه باره track change formatting اوکی اینجا ما میم track change چی میکنم track change من چی شو on طرف راست کامنتس دادیم مارکاپ specific balloon shown revision Control plus W don't save Control plus N equal RND काउस शुरू काउस बन इंटर अगर दही डॉक्यूमेंट का से तगीरात में आओ ट्रक चेंज सरश ऑन में करें कि ट्रक चेंज ऑन करी शो मार्कअप और शोइंग को लगी चीज़ा बरे बानिशान बते अवल दही सा शुमा मदी इन्हीं किस्म तरह पे रास हर दम चिमेशा निशानी में वक्त के बाद मारे इजाफी करें इंजा में कदम तगीरात आमद इन्हीं तगीरात 5 रिवीजन चंदाना रिवीजन आमद 5 तगीरात आमद या नामद कदम तगीरात क्या आमद कंट्रोल प्लस ए सबूर को रिडूनली में तानी रिडूनली भी नहीं प्रिंट लेआउट ये रकम तगीरात हिच वक्त ना मेरा ऑटोमेटिक बाद ऑन मेशा ये साहब मा डिलीट बेक करें डिलीट शुद्ध आना शुद्ध बडेलेट गुफ्तम कमेंट्स बेद बे इंजा चीज़ इजाफी में करें डबल अंडरलाइन गुफ्तम याना गुफ्तम इंजा मिसाल चीज़ हमें फेम के फॉर्मेट करें कंट्रोल प्लस बी कंट्रोल फॉर्मेट बाई सिस्टम रंग शद याना शद कल लगी बारे मिसाल तो एक डॉक्यूमेंट माजूर करें तो तगीरात और दी कि डॉक्यूमेंट तो चंद तो और दी इरा तो हम सेव करें नमी जे ची करी डॉक्यूमेंट नावस सेव करी वक्त के बारे माँ पास समात ट्रक्चेंज खबरतान कदम चीज़ तगीर क्या और दी या ट्रक्चेंज क्या ना इंजे दिले मॉस कि एक्सेप्ट में करें ची बना एक्सेप्ट एंड मूव नेक्स्ट या एक्सेप्ट दिस चेंज या एक्सेप्ट ऑल चेंज या एक्सेप्ट ऑल चेंज एंड स्टॉप ट्रैकिंग बेदम स्टॉप शॉट ने एक्सेप्ट ऑल चेंज दिलेत की चिजारा एक्सेप्ट में कनी या चिजारा ची में कनी रिजेक्ट में कनी यानी एक्सेप्ट ना में कनी रिजेक्ट बेचो रिजेक्ट ऑल चेंज कल लगी तगीरारा ची कनी रिजेक्ट कंट्रोल प्लस सी बिबिन द इंजा के द रिजेक्ट ऑल चेंज इन शोन अमु कमांडास ची माना शोन ची माना चेक इट आउट ايش بعد طار الغلطة ده كمان شلون مرت گفتن چی معنی yes thank you ازیابت ریجکت میکنی و دیگه که مثال کنم تفسیرا باید داده اورم دبی آنلاین ریجکت میکنی شلون بد آن میشه ببین شاگردان डॉक्यूमेंट नाउ ट्रक चेंज बरत कार में कनम बाज कुछ को कंट्रोल प्लस एन इक्वल आर इन डी ट्रक चेंजेस तो इन जामदी नविश्ता कदी दरबारे मिसाल होम टॉप को हम मालूमात के हर चेक से मालूमात हम रहे तो ये दरबारे होम टॉप नविश्ता कदी खूब ज्यादा किताब नविश्ता कदी हर कदर के नविश्ता कदी इंजा
سیب کدی یا سیب نکدی معلومات را دسکتاپ به هوم تاپ سیب. آنینجا شما ایرا سیب کدی معلومات نوشته کدی هر نفر با دیگه نفر میدی. در یک دفتر کار میکنی اریزا سرتیفیکیت چیزا را نوشته میکنی و کل امپلائی یک دفعه دور میدی. یک کشاری ضرور است که ترک چین جان کنی. چی بیدانی شما؟ ترک چین. با یک ترک چین جان کدیم پر ترک چین پاسورد هم دادیم که نشو که در کدام داکومنت تاریخ ولی که ببینم و تو ترک چین جان میکنه کدام تغییرات کی بود میاره پاس ترک چین جانو کسی که میفهمه این ترک چین بود بدون ترک چین بود. ترک چین آف کدیم این داکومنت پس دفلاش یا ایمیل کدیم باتوم با کل لگی دیکھ دفتر سب 200 500 مربوطی در تاپ یا لور یا میدل منیجمنت باشه صحیح مربوطی و نفرایی که داکومنت میشه همراه ازی شیر کدیم هر کس فیدبک خودش میده درباره اینی داکومنت تو آمده این فیدبک نوشته کنی هر چی که نوشته کنی این فیدبک لاغ پیش تغییرات آوردن میتونه دلاغ که وقتی که داکومنت کردی تغییرات سر تو بند میشه داکومنت بند میکنه کامنتس بند میکنه فیلینگ بند میکنه اولاغ رستریکت ایدیتینگ ترک چینج که هست ترکینگ میکنه ترک بسته کردن یک چیز اگرت و چینج کدام تغییرات کرای رو ترک میکنه توی تغییرات فیدبک برای من اشته که درباره آره خب برای توی هیچ معلوم نمیشه که اینجا ما بیم برش بگویم که آل مارکاپ اینجا ما گفتم که وقتی کسی انزرت کنه باید این قسم تغییرات بید و دیگه آمد آل مارکاپ دیگه آمد میگه که موضوع باید نباشد دیگه یوزر هر یوزر که باشه اینو چی میکنه؟ دیلیت وقتی که دیلیت کنه اینجا ببین کامنت سباد یا نامد وی دیلیت شده کلیک ویریز اینی چیزا وی دیلیت شده دیگه اینجا آمد دی ساها ای چی میکنه؟ ای میگه که والا اینی عنوان باید چی باشه کنترل پلاس بی بولد باشه کنترل پلاس یو اندرلاین باشه چی میگه فارماتید فونت بولد اندرلاین کمپلکس کریپ فونت بولد تغییرات در داکومنت تو هم آورد یا نآورد و دیگه کدام نفر آمد دی ساها اورم چی کد اینی ساها را هم دیلیت کد و هم انزرت کد انزرت اینجا هم دیلیت اتارا برا صحیح هر نفر که یان باشه گیر میں برای تو آلی روان کده فیدبک ای با اینی نیست که یک نفر دوزی میکنه با این خاطر که تو کمپیوتر شیر میکنی با دوزی بار کدام مقصد که شیر میکنی داکومنت خود ٹرکینگ یا آنش میکنی مثال که ٹرکینگ ما با این داکومنت آن کده مال معلوم میکنم که کسی تغییرات آورد دیگه نمیشه که می آورد گیر میشه اگر هر یوزر باشه 100 200 یوزر باشه که بی چیز نوشته کرد خلاص است گیر است اگر چیز دیلیت کرد گیر است فارمات کرد انزرت کرد تیبل بودر چیک بود گیر میشه خب آیا تو خو رسما ما این داکومنت نوشته کردم رسما همراه شما کلگی شیر کردم فیدبک یا جوابی یا زیرا بتی ریزرو کو ایرا ببین رویژن تکرار کو که چی است را یک یوزر 100 یوزر کلگی تغییرات آورد پس این داکومنت برای ما رسید صحیح این داکومنت بود یا نبود تغییرات این شاگرده یا این نفر آورد پس به هوم تاپ معلومات بود برای ما رسید ما اینی داکومنت آلی میبینیم چی میکنیم میبینیم که در اینجا میم در ریویو ترک چینج آلی اکسپت یا ریجکت ترک چینج اینجا چی است پاسورد است یا نیست لاک ترک چینج است یا نیست اکسپت و ریجکت اجازه خونه دادیم برش لاک کردیم او خونه میتونه اکسپت کنه ای از لاک چی میکنه پس باز میکنه از لاک باز شد یا نشد اکسپت ریجکت اجازه گرفتم یا نگرفتم accept and move to next اینی را accept کو دیگر برو accept کا دینا کن ها و دیگر بالا بود accept کد با دیگر رفتا گئی accept کنی اینه اوسو کد delete آفرین خود تو میگی که accept میکنم پس خواندی که نفر تغییرات برای ما آورد ما میخوانیم مطلب این نیست کماندارا که باور تکرار کن بسیار باسانی پیش رفته میتونه که شما این موضوع را بفهمی که موضوع چی پس او را ریجکت کو چی بچه ریجکت میکنی هر کدام قابل قبول نیست ریجکت آل ببین یک اکسپت د دیگه میرا accept this change تغییرات امی یک دانه برای اکسپت میکنه د دیگه نمیرا صحیح
یک دانه برای چی میکنه؟ اکسپت میکنه. در دیگر میره اکسپت آل چینج شون، هر کدام که شما در هر یوزر که برای تو معلوم باشه کلگی برای در یک وقت اکسپت میکنه. و اکسپت آل چینج، آل چینج برای اکسپت میکنه و ترک چینج آن میمانه. چی آن میمانه؟ ترک چینج آن است یا نیست؟ بعد یک نفر تغییرات بیاران است یا نیست؟ اگر شما میخوایی که باید کل قبولات چین تغییرات باید قبول کنه و ترک چینج باید چی شوه؟ استاپ شوه. ببین ترک چینج هم شد، استاپ شد. مشکل خدایی نیست دی 4-5 کنه. استاد فایل که برای کس روان کنه هو که تایپ میکنه مثلا یک چیز کم میکنه زود میکنه وجود و مثل میاد هو ضرور اگه اینجا تو برشی چه یک چند کمانड سال برات کار میکنه سیمپل مارکاپ که وقتی که باشه ویش دم میفهم چی است تو به خاطر شریک میکنی خو میفهم که ترک چینج که مان نکنه ما چی میفهم نظریه تو فیدبک تو چی ما میفهم وقتی که ترک چینج بفهم هر کدام فیدبک میبینیم که حالا اینجا ببین وقتی که ما یک چیز شون میکنه مارکاپ ما کدام یوزر هستیم ادمنستریتور هستیم یا نیستیم تو که یوزر هستی نامی تو می هر کدام فیدبک با اینجا میبینیم صحیح هر چی که به نامی او یوزر می ریجکت ببین ریجکت چی میکنه قبول کو تا دیگه برو قبول کو امین جا باش کلگی یوزر را که دیگر آنس او را قبول نکو رد کو کلگی ریجکت بنا رد کردن ریجکت آل چینج کلگی تغییراتی را چی کو رد کو و دا ترک چینج آف نکو کلگی رد کو مگر ترک چینج هم آف برات گفتم که ویر بود اول خطوط سبای نیم ساعت وقت بیا shut up next the previous بعدی و قبلی رفته میتونه میبینی next صحیح او هان میشه که نتورک سرعت باشه ما و تو نتورک باشیم آنلاین باشیم امی فایل شیر کرده باشیم تو که کدام تغییرات بیاری شو برای ما آن میشه که اکسپت میکنم دل ما که ریجکت میکنم فهمیدی؟ ای با وقتی که با کل لگی یوزران که در یک وقت میخی ختم کنی این با ای خطر بدن دی 4 کمانड مشکل وقتی که در شیر کردن اونو اگر کدا فیدبک برای ما داده فیدبک با معنی اینه که او چیز دیلیت کرده چیز انسرت خمیش نسی دیلیت فارمات خمیش نسی فارمات کرده یا فیدبک با معنی پس جواب برای ما داخل دوشته کرده که اینی بدی قسم کی کنی فهمیدی ای که پس برای ما به ما او را میبینیم اگر یو اس بی برش بتم پس بیارم هم دیده میتونیم اگر ایمیل کنیم پس برای ما ایمیل کنیم هم دیده میتونیم در وقت نتورک شیر باشه هم دیده میتونیم کلی گریشن اینی ترکچه یا و ای طرف کمانڈا کی بودی خواسان است امین الله علی برات میگه وقتی که اینجا می مارکاپ سیمپل مارکاپ نشان نمیده یه چیز شما میخوای آل مارکاپس کلگی مارکاپ ها که باشی کلگی باید نشان بتا یا هر تغییرات آوردی دیلیت انسرت هر چیک کردی ترک چینج خالی آفس اگه آنم کنی ببین اینجا دیلیت کردی مارکاپ ها را نشان میده نه اینجا کنترل پلس بی بولد کردی اگه اینجا شما می که نو مارکاپ پیچیده باشه یا اوریجنال اصلی داکومنت باشه بس شما سیمپل باید باشه مارکاپ نشانی چی باید میگه سیمپل مارکاپ تنها نشانیش باشه کل تغییرات که تو آوردی و باید باشه دیگه برای چی میگه نو مارکاپ هیچ علامه گذاری نباشه و تغییرات دی باید باشه یعنی یک نفر تغییرات آورد و هیچ معلوم نشود شما میخواهی که نه اصلی داکومنت برای ما نشان بده اصلی داکومنت چه اگر شما میخواهی سیمپل مارکاپ اینی معنی که تغییرات برای نشان بده و چیز سیمپلش هم نشان بده سیمپلش اینی کلگی داکومنت برای تغییرات برای ما نشان بده هیچ تغییرات نشان نده اوریجنال نشان اینجا پاسورد کردن داریم حدود هستی که برای تو آمده و آف میگن تغییرات میاری
اعتبار کمپانی سیمپل مارکافارا نشان میده نمیده ای داکومنت د مارکافارا نشان میده و دیگر تو د کدام تغییرات اولی تغییرات تو هم د اینجاست ما میخوایم که آل مارکاپ کل تغییرات کی تو آوردی سیمپل نشان کل نشان بته آنلاین معلومات میده نمیده ما اینجا میم د بالا اینجا پس بیم که نو مارکاپ هیچ نشانی را نشان نده و تغییرات پیت هم باشه اول مارکاپ نشان میده ایرا مارکاپش نشان نمیده ایرم تغییرات نشان میده اینی فرق اول و سومینی است که مارکافارا او آخریش سومیش نشان نمیده اولش مارکاپش نشان میده دیگه دومی که از کلگی مارکاپ نشان میده هم تغییرات سومی که از مارکاپ هم نشان نمیده تغییرات هم اصلی داکومنت برد نشان ایرا خواهم فهمیدی یا هر کن نفهمیدی ایرا می فهمی all markups shown markup comments نشان نده control plus Z اینجا all control M comments داری comments دست داری یک نفر نظریه دانی عکسش میبینی گلولی نظریه داده شما میخوای comments نباشه comments هست هر چند comments که بود بهت نباشه اینک کدام رنگ کنترل پلاس اف تیچ اینک اینی رنگ است اینک نباشه است نیست آلیگه بیاری پس نمی اگه ای رقم نشد و اینک دیگه چه ما برد دا کمنٹس کار هم میکدم مور کمنٹس از شما بید اول اینجا بی مور کمنٹس اینجا بی ڈبل پارٹا کنٹرول اٹ کو اوکے کہ اوکے کدی اینجا ڈبل پارٹا آمد اینجا بی دیزاین مود اول اینجا آمدم دی کمنٹ مور کمنٹس اینجا میم آل کمنٹس آی پریس میکنم چی پریس میکنم آی این کالر است یا نیست این کامنتس و این کالر چی این کامنت ارسار کلگی اینجا سی این کالر مثال ما گرفتم این آرت و این کامنتس هم میگیریم آرت اوکی این کالر آمد یا نامد خو اینجا که این کالر شما بیاری این کالر چرا دیسیبل است اینجا میخویم که یک مارکاپ نشان نده این کالر که میم لکه فین واری که ای رنگ گم کد ای را امو رنگ چی میکنه این امو رنگ برد گم میکنه صحیح فهمیدی یک رنگ خو برد فین گم کدیم یا نکدیم او رنگ هم گم میکنه آل مارکاپ دوام آل مارکاپ وظیفه نیست انسرشن اند دلیشن برد گم میکنه ای دیلیت است یعنی ایسی میسیج است چی است دیلیت انسرشن کدامشان است اینجا انسرت کدیم یا نکدیم بردویش بد گم شود انسرت و دیلیت معلوم میشه حالا که تو انسرت میکنی چیزا تغییرات معلوم میشه نمیشه اینجا پس بیا که نه معلوم بید شود هم انسرشن و هم دیلیشن برد معلوم میشه چی وقت که کامنت سال میشه انسرشن است دیگه فرمت برای ما نشان نده ببین اینی فرمت است یا نیست کنترل پلاس یو فرمت دار شد یا نشد ما میخوایم فرمت نشان نده فرمت نشان نده فرمتش گم شد یا نشد یعنی تک چینج که آنم باشه کدام چیزی که باورد برو نشان نده اینجا شما میتونی گم کنی بالون ای بالون است یا نیست شو ریویژن این بالون تکراری بالون نه شو آل ریویژن این لاین کنه این لاین نشان میده نه بالون که است این لاینش نشان میده لاینش شما میگه شو اونلی کامنتس این فارماتید بالونز تناب کدام بالونا که کامنتس مانه میار رنگش داده مو فارماتا را نشان بده یعنی بالون دیلیت شده را نشان بده کامنتس است یا نیست
میگه ما فرماندار بالون ندارم. اگه یه اول بگیریم کدامش اول کلگی بالون برای ما نشان بده. یه دیلیشن ہونا بود یعنی کدام بالون برای من. آل رویشن یا ادمنستریتر اردوش انتخاب یا نیست. آل ریویورز مانا کلگی یوزرها ادمنستریتر به هم چی کسی کلگی یوزر وارش تک بار که 20 یوزر هم توی است اینجا می کدام تک مارک اینی یوزر هم میتونه اینی صحیح. با یوزر اگر تک مارک وقتی که نباشه یوزر چی میشه؟ نمیشه باید باشه میشه. شما اینجا آل یوزر با این خاطر انتخابی کنیم یک یوزر اصلا اتوماتیک چک میشه. اگر این آنلاین شو اینی آنلاین کلگی یوزر اینجا قطار می حالات اپدیتس کدام تغییرات که ببینال دیسیبل است یا نیست. تغییرات مطلوبه از اینجا آورده برای ما نشانی است اینی برای ما هایلایت میشه آن میشه. آدر آترز دیگر کدام نویسنده است کدام تغییرات بیاره او چی میشه هم آن میشه. در او صورت برای مثال ایرا آن میشه. اپدیت که آوردی برای ما آن میشه. ریورس پان کیا است؟ ریورس پان ورتیکال اینجا برای نشان بتا کدام تغییرات کیا بود. شما میخینی هورایزونتالی پایین بید نشان بتا اینجا یس هیچ ریورس پان نمیخوام کلار میشه خو ریورس است. کدام تغییرات که آوردی کلار میشه یا بود آمینی او داکومنت باید به ایس خاطر بگیری. ریورس با اینجا گرفتم یک داکومنت است یعنی اسکا 2 پلاس ای یعنی سیستم اگر 2 پلاس اینجا گرفتی دی سیستم اگر شما اینجا نمیتونی که ایجاله چی کنی کلار این اول کلار کردی یا نکنی دیلیت که بخوان دیگر دیلیت که بخوان دیگر صحیح اجازه نه او تغییرات است که شما دی یک دفعه آورده اینجا معلوم میشه اگه اینجا ریورس است تغییرات است کسی آورده اینجا چی ریویو ترک چینج خیلی فهمیدی مشکل خو نیست میم در ترک چینج اپشن کامنت هیچ نشان نده هیچ وقت نشان نمیده تمام کم بالا و کماندا بود یا نبود ایک نشان نده ایک نشان نمیده انسرشن دیلیشن فارمټ کار کنه مرد هایلایټډ اپډیټ آدر اتر تر دوی دیسیبل است یا نیست خو نیست آدر اتر زمرای ماست هایلایټ کی چی کنه که اونم اپډیټ کو نیست کنه وقتی که دیگه ایره د میسج باکس ټکست باکس به دو کې اس اتوماتیک باکس او مدد لاین صحیح. پکچر ان کامنټس کامنٹس کے مثال و پکچر کامنٹس دار پکچر واسه پکچر شما مدا باشه جه پکچر کی بدور هم نشان نده و بعد هم چی میکنه نشان نمیده. بالون in all markup you shown revision nothing یا کامنٹس in formatting nothing with بالون باشن کدام بالون میبینی شما میتونی که نه اینجا باید کامنٹس in formatting کامنٹس دار و فرمت دار باید باشه فرمت تو بالون نداره عالما میخیم که نه چی باید شوا رویشن کلگی که تکرارا نس کلگی باید نشان بده. ریورس سپان ورتیکلی هورایزونتالی باشه اینجا که باید کار کنه صحیح. چینج یوزر نیم ادمنستریتر است یعنی است اینجا میخوای که نه که باید دانشمال باشه. اینیشل کدام حرف اول نامشان است تی دانشمال شد یا نشد میبینی خود دیگه یوزر بود تو کدی که یوزر تاک بدل شد نه کلی که خود تبدیل نمیشه صحیح. مثال اینجا شما آمدی دیلیت شد یا نشد آل شد ادوانس اپشن دیکھ فهمیدی ما پرسان میکنه میبینی ما امروز کنفیوز درس دادیم کله اینجا رفتم کله اینجا که بیخی با خواندن شما باید اگه شما باید بفهمید موضوع حال مطلب اینی است که بفهمی
که چی موضوع بود به خاطر چی استفاده میشه. درس دادن ازی کماندی قسم مثل بالمرج واره است، یک جه که شروع کنی شاگرد نمیفهمه، اگر یک جه شروع نکردی به خاطر فهماندن شاگرد استاد گرد بود میشه. ما خوب است قدر گرد بود نشونیم خیر. ای خوب ببین نه ریکارد به ای کل اقتناعی برای تزینجا درس داده میشه جنرال دیسپلی پرو نوتان ببین وقتی که اینجا بی مثال آفیس رنگ بید گره رنگش بید این رقم تبدیل شده میشه. این دیگه چیز است. تنها به خاطر یک موضوع اینجا ما می رفتیم که ترک چینج آن باشه. چی گفتم؟ دیگه بارا چی گفتم؟ اینجا کدام آپشن اینجا کار کنیم؟ نه اینجا کدامش کار کنیم؟ آره باید اینجا استاد شد. اینجا استاد گرمی من نمیشه تغییر دادی سن. آره به دیگه با کدام آپشن باید کار کنیم که باید کنار داده. می گفت که کل لگیالی برای ما درس بده. ما برایش گفتم نه اینجا استاد باشه. فهمیدی علی؟ این خود آپشن است. آپشن به خاطری تنها کامنتس اینی یک دانه مربوطشان است. دیگه کل لگی مربوط یار کدامشان است. مثلا کمان پریو نشان بده اینی شو تول بار سلیکشن اینی اور جدا جدا. او بار آپشن داره. میم ادوانس آپشن. نه کل لگی آسان است. هیچ مشکل دینا. وقتی که انسرت میکنه مینی ستاره باشه اینی رنگ باشه. دیلیت که میکنه مینی چیزش باشه چی دیگه کل که میفهمه هاید کنه چی کنه اینی رنگش باشه. چینج که میکنی رایت بارڈر می خطا کدام طرف بیشه. صحیح؟ اینجا بارڈرش میبینی اینجا برات اگزامپل دادم. صحیح؟ کامنتس رنگ به چه قسمی باشه وقتی که کامنتس باری. هر رنگ که با کامنتس نشان میده. موو فرام اتراک اینی به خاطر موو کردن است که موو میکنی چی باید شود اینی همراه این رقم میگیری دیگه جای موو میکنی همینجا سرخ تو کار डबल अंडरलाइन मूव इंसर्ट से लगा द सेल एक नंबर तगीरात बेरा टेबल चिक सबेत शो इनी रंगेश डिलीट से लगा सेल डिलीट में कने इनी ट्रैक फॉर्मेटिंग सही द ट्रैक चेंज के फॉर्मेट बाशा बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन ये इनी रंग लगे दे सिस्टम सगेन जमा भी मार्कअप को लगे आन कने ऑल मार्कअप formatted या पास में the comments nothing इंतखाब बस रिवीजन ओके फॉर्मेटर रख लगे निशान दा जाना ना अगेन जब में एडवांस ऑप्शन या मान शो जाना शो रिपेयर वेडिट चिक अदर वेडिट बेदाश्ता भाषा बेंच बेची %. वेडिट यार बालून कलान शो जाना शो एडवांस ऑप्शन मार्जिन लेफ्ट राइट अस मामी के तरफ पिचअप बेत को लगी मार्जिन में तरफ पिचअप वेडिट में भी नहीं पास राइट ये पास वेडिट शबाची में करें कम में करें कम शेर वेडिट शादश सही चीज़ ज़्यादा दाश्त आले पास जेस चीज़ कम शो या ना शो एडवांस ऑप्शन show line connected to the text के connection line है नहीं आले line है ता text को क्या सो इंजास पास मामी खेम ता text बदलेन बाशो ता text समझ या ना पेश सजीद तरफ कितने या ना बाज भारत कार में करें एगान असनामी बिना लो काट शो या ना शन में भी नहीं वा show lines connection text say paper orientation in printing در वक्त के print शवा reverse बमाने इन्हीं हालात के कदम की reverse आमाद उरा बरची में कना तकरार निशान में था ऑटोमेटिक या पोर्स लैंडस्केप अगर तगीरात मिसार ज़्यादा बुत वरक ऑटोमेटिक एज प्रोटेक्ट बा लैंडस्केप तब्दील में कना ये हालात print
مشکل خو نیست. پیش چی بود پیش؟ پرسنت معنی اینی حالات است که در کدام تغییرات است چقدر که سبب برات معلوم میشه و رقم پرینت برات میکنه. یعنی زیاد توجه بر او کسی که تغییرات فیدبک آورده او زیاد توجه میده. اگر داکومنت تو مثال کومه کی طرف و طرف مشکل نیست. صحیح؟ हाँ बखातर प्रिंटिंग मुश्किल दी ऑप्शन इलाइन मी बिने तई साहस या नहीं हाँ मी बिने मामी खेमी बेता टेक्स्ट बोश ता टेक्स्ट समझ या ना दई को ऑप्शन मुश्किल नहीं दर्स में खाने मुश्किल दी ऑप्शन आ सो परेशान नहीं करें هر چه قسم سوال داری درباره کامنت چیز در ذهنت باشه از ما سوال پرسان در هر درس که بود حالی در این درس پرسان اینجا در تک چینج که مشکل نداری بیخی هر داکومنت در هر چه که باشی موضوعش برای ما مهم است که موضوع اینجا نفهمی هیچ نبی ریکارد ببین ما برچه برای چی برات وقت تیر کردیم چی موضوع چی کار میکنه بخاطر چیز مفهومش که دیگه یه ذره اینجور کردیم اینی کماندا ازیا کار میکنه چیزی که نتورک می خانه بخیر که بعد از فهمت سبب تمالی اینی کماند اینی اولشون برات کار میکنه ویمویر به انستال کنه در کامپیوتر خود اینجا به کار کنه صحیح فهمیدی نه اینجا به پرکتیس خو صحیح را کار کو ضرور 100% ماستو میخوام کی بیاری پشاگه یاد کامپیر توسط کامپیر میں توانیم کہ دو ڈاکومنٹ را مقایسہ کنیم کمپیئر ٹو ورژنز آف دا ڈاکومنٹس لیگل بلیک لین کامپیر میں کنی کدام ڈاکومنٹس اینی ڈاکومنٹ ہمراہ برے ما بئی ڈاکومنٹ کمپیر کو کے کمپیر کا دینا کا مقایسہ کے میں کنی کمپیریشن چیز مقایسه است اول باید یک داکومنت را مقایسه کنی باز او را باید سیب کنی باز دیگر هم با دیگر او اصلی نام دیگر او را باز به تغییرات بیاری با دیگر نام سیب کنی اول اصلیش تغییرات کاپیش اوپن کو باز اصلیش خیر سبا برد پاس میکنه و خلاص